احتمالاً تو هم همین الان که داری این صدا رو میشنوی یک خستگی عمیق رو تجربه میکنی. خستگی که با خوابیدن از بین نمیره. نه، این خستگی جسمی نیست. این خستگی از زندگیه. خستگی از تکرار روزمرگی ها، از استرس دائمی، فشارهای سرسام‌آور و اون شوک‌های عصبی کوچیکی که هر روز به روحمون وارد میشه. از صبح که بیدار میشی تا وقتی که دوباره خسته روی تخت میافتی در حال دویدنی. نه وقتی برای لذت بردن باقی مونده، نه وقتی برای سفر. و حتی اگه فرصتش به دست بیاد دیگه اون لذت قدیمی رو احساس نمی‌کنی. این حال روز خیلی از ماست، کسایی که دیگه تحمل این حجم از فشار رو نداریم. اما یه سوال کلیدی، تو حالا به این فکر کردی شاید مشکل از تو نباشه؟ شاید اصلا مغز تو برای این زندگی مدرن ساخته نشده. به کانال اطلس خوش اومدید. برای درک وضعیت امروز باید یک سفر کوتاه داشته باشیم به گذشته. از زمان انسان‌های نخستین مغز ما فقط و فقط یک هدف داشت: بقا. دغدغه اصلی چی بود؟ شکار کردن، فرار از خطر، پیدا کردن سرپناه. مغز ما در یک محیط کاملا فیزیکی و قابل لمس تکامل پیدا کرد. محیطی که پاسخ‌ها سریع و مستقیم بودن. اگه خطر بود می‌جنگیدی یا فرار می‌کردی. گشنت بود غذا می‌خوردی. کاملا ساده. اما امروز ما روزانه صدها بار تصمیم میگیریم. مدام در حال مقایسه و انتخاب بین صدها گزینه است. از خرید یک شامپو گرفته تا انتخاب شغل بعدی. باید سریع نتیجه بگیریم و مهمتر از همه انتظارات بی‌پایانی از خودمون داریم که هیچ وقت ارضا نمیشن. ما مغز هزاران سال پیشو داریم، اما در یک شهر دیجیتال با میلیون‌ها محرک زندگی میکنیم. در نتیجه بی‌توجهی مطلق به سلامت روح داریم آروم و بی صدا فرسوده میشیم و این فقط شروع ماجراست. بیاین علمی تر به این موضوع نگاه کنیم. یکی از بزرگترین دشمنان امروز ما هورمونیه به نام کورتیزول، هورمون اصلی استرس. در شرایط استرس زای اولیه کورتیزول به بدن کمک میکنه تا قند لازم رو تامین کنه و برای فرار از یک خطر آماده بشه. این سیستم برای بقا عالیه، اما مشکل امروز ما بقا نیست. مشکل ما مزمنه. از نظر علم عصب شناسی مغز انسان ظرفیت محدودی برای تحمل استرس طولانی مدت داره، اما امروز کورتیزول در بدن ما دائما فعاله، نه به خاطر خطر حمله یک حیوان وحشی، بلکه به خاطر قصه عقب افتاده، ددلاین کارمون که فردا میرسه، ترس از بیکار شدن یا نگرانی برای آینده. این سطح بالای کورتیزول مزمن مستقیما منجر به اضطراب، بی‌حوصلگی، احساس پوچی و در بدترین حالتها منجر به رفتارهایی میشه که در نهایت ریشه یک درد عمیق دارن. اما سوالی که باید به اون جواب بدیم اینه: چرا ما باید خودمون رو توی این قفس آهنی قرار بدیم؟ در جواب این سوال باید وارد حوزه فلسفه بشیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که بیشتر داشتن از درست بودن اهمیت بیشتری پیدا کرده. تو باید دائم بدوی، سریعتر، موفقتر، پولدارتر، مرتبطتر، اما هیچ کس وای نمیسته و نمیپرسه به چه قیمتی. گاهی فکر میکنم ما هنوز داریم تلاش میکنیم انسان باقی بمونیم، در حالی که سیستمی که توی اون زندگی میکنیم از ما یک ماشین کارآمد میخواد. یک سیستم پیشرفته که اسمش رو گذاشته انسان محور، اما در عمل داره خود انسان بودن رو از این معادله حذف میکنه. عجیب اینجاست که ما همه چیز داریم: تکنولوژی بی سابقه، دسترسی به تمام اطلاعات، ارتباطات جهانی، اما انگار اصلی ترین چیز رو از دست دادیم: معنا. جامعه به ما یاد داده چطور برنده بشیم، اما به ما یاد ندادن چطور بدویم و شاید همین درد واقعی زمان است. اینکه وسط این همه شلوغی و هیاهو یک صدای کمرنگ از درونمون مدام میپرسه: آیا هنوز روح دارم
یا فقط یک قطعه قابل تعویض از این ماشین بزرگم؟ و اما بخش ترسناک ماجرا خستگی نیست. ترسناک اینه که این خستگی داره عادی میشه و ما داریم این عادی سازی رو با گفتن همه همینن، تو هم بگی مثل همه تلاش میکنن، همه میدونن، توجیه میکنیم. اما بیاین این دور باطل رو بشکنیم. شاید لازم نیست خودت رو بیشتر از این عوض بکنی. شاید لازم نیست ساعتها تلاش کنی تا این حس خستگی بنیادین رو از بین ببری. چرا؟ چون همینطور که گفتم، مشکلی که داری شخصی نیست، ساختاریه. این یه شکست فردی نیست، بلکه ویژگی این سیستمه. و فهمیدن این نکته، اونم دقیقاً توی این لحظه، اولین و حیاتی ترین قدم برای زنده موندنه. نه فقط دوام آوردن، بلکه واقعاً زنده موندن و حس کردن معنا. وقتی بفهمی توی این مبارزه تنها نیستی و مشکل از بیرونت نشأت میگیره، اون وقت قدرت واقعی برای محافظت از اون نور درونیت رو پیدا میکنی. اولین قدم رو بردار. مدیتیشن کن، ورزش کن، به استرس بها نده، اجازه بده حوصله‌ات سر بره و خیلی از راه‌های دیگه‌ای که توی کتاب‌ها و ویدیوهای مختلف دیدیم. این خستگی رو به عنوان یک سیگنال بیرونی بپذیر، نه یک نقص درونی. آگاهی اولین قدم و نصف راه حل. ممنونم که تا انتهای این سفر با من همراه. حالا که متوجه شدیم ساختار چیه، نوبت ماست که یکم راجع به این راه حل‌ها توی کامنت‌ها با هم صحبت کنیم. برای اینکه ویدیوی بعدی رو از دست ندیم، ما رو سابسکرایب کنید. و ممنون میشم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. امیدوارم لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.